در اکثر نواحی تاجیکستان ساکنان همواره از کمبود آب آشامیدنی شکایت میکنند. در جنوب تاجیکستان دهات موجودند که سالها آب ندارند. ساکنان میگویند مجبورند نبود آب آشامیدنی و برای پالیزی را تحمل کنند. اینجا جماعت گلستان ناحیه جلال‌الدین بلخی است. در چند دهه این جماعت آب آشامیدنی اصلا نیست. فیض‌الدین عیسایف مرد 48 ساله از دهه دوردست کنگورت جماعت گلستان چند سال اخیر نمیتواند زمین نزد خانه اش را کشت کند چون آب نمیرسد. هم ماسخ دیگه اگرات نگاه که پیش هتل نگاه که آب نیست، فقط میریم سریع هم قبرده خو میریم ناسوس هم گیرون میکنیم آب هم میمونه تمام. در این دهه دوردست حدود 80 خانواده زندگی میکنند. آنها از سال 2009 به این سو با مشکل آب آشامیدنی و آب برای زمین‌های کشت دچارند. مشکلی که مقامات سالهای اخیر نادیده میگیرند. هم میبینه جماعت ها میبینه و خیلی چی میکنه وضعیت او میبینه نمیخیل میکنه میره و مال میگن که دام هیچ کچی نیست تا وضعیت نسوت بیزی باکه درختو باید عذاب میمونیم که درختو او بخره که درختو مسال شود تمام اگرات خیلی ندویم که. ساکنان این دهه میگویند که در فصل تابستان طلبات به آب زیاد می شود. آب به همه نمی رسد. همزمان برای آبکشانی پول استفاده برق نیز زیاد می شود و در نتیجه زمین های زیاد در دهه بدون کشت می مانند. زمینه ما در آب نیست، هیچ نکرده نمیتونم. همه در آب نیست، اینجا همسایه‌ام در آب نیست. این چاه را با آب تازه پر کرده اند. رئیس جماعت گلستان نخواست در مورد کمبود آب و آمار خانواده های به آب صحبت کند. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 11 ایون در سیومین کنفرانس جهانی در موضوع آب در دوشنبه بیشتر به مسئله های کمبود آب در جهان اشاره کرد ولی از کمبود آب آشامیدنی در کشور چیزی نگفت. طبق اطلاع رسمی فعلا تنها 40% اهالی کشور در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند.